بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، شيخ الإسلام قدس الله روحه وطيب ثراه در عقیده واسطیه گفتند که ما الله سبحانه و تعالی را وصف میکنیم چگونه که الله تعالی خود را در قرآن کریم وصف کرده است و یک چند آیات ها را ذکر کردند که در آن آیات ها ذکر الله تعالی بود. سپس گفتند که بعد از آن، بعد اینکه چه خیلی که در قرآن وصف الله تعالی آمده است، همین گونه آن حدیث های صحیحی که امت اسلام آن را قبول کردند، علال خصوص متخصصای اهل شأن، متخصصای علم حدیث آن را قبول کردند